سلام علیکم. شما همون نیستی که دایی ترستو بالا کشیده بود؟ چرا عزیزم، خودمم. ببین حالا بیا برات بگم چیکار کردم. علاوه بر اینکه ارث مامانمو گرفتیم، ارث داییمم کشیدیم بالا. آفرین، چه کار خوبی کردین. دل خیلی با این کارتون خوشحال شد. حالا برنامه‌تون چیه؟ سفر. فقط سفر، یه سفر لاکچری. باشه عزیزم، الان برنامه تورامون رو میخوام بهتون بگم. اگر که استانبول بخواین تشریف ببرین 17,990، آنتالیا تشریف ببرین 28,990، اگر که برین دبی 31,990، کوشاداسی هم 32,990. اوکیه؟ ببین عزیزم، گرونتر بگو، پول هست. ارث رسیده ها، گرون. تایلند میتونین برین 83 میلیون تومن، چین میتونین برین 165 میلیون تومن، برو تونس 107 میلیون تومن یا بالی 127 میلیون تومن. خب به نظرت کدومش برای یه سفر خانوادگی بهتره؟ اگه میخوای کنار ساحل بری و ریلکس کنی میتونی بری تونس، یا نه اگر که میخوای یه تجربه خاص و متفاوت با خانوادت داشته باشین تشریف ببرین چین. خب خوبه، همینو برام رزرو کن. بذار فقط پاسپورتامو بهت بدم. فقط نقد یا اقساط؟ عزیزم شوخی میکنی باهام؟ اقساط؟ نقد کارت میکشم. حتما.